سلام دوستای ناز و مهربونم. من تبی هستم. دوباره اومدم با یه آموزش خفن بامزه. امروز میخوام با هم یه بوکمارک فانتزی درست کنیم که هم خوشگله هم کلی به درد کتاب خونی میخوره. این کاردستی خوشگل رو از این صفحه ژاپنی یاد گرفتم و اینقدر خوشم اومد که گفتم حتما باید با شما هم به اشتراک بذارم. بیایید تو این ویدیو با هم مرحله به مرحله بسازیمش. قول میدم هم آسونه هم خیلی لذت بخش. اینم از بوکمارکیه که من ساختم و نحوه استفادهش هم اینه. اگه شما هم درستش کردین حتما برام عکسشو بفرستین. خیلی دوست دارم ببینم کارهای قشنگتون رو. راستی یادتون نره بهم بگین که دوست دارین توی ویدیوهای بعد چی بسازیم یا چی یاد بگیریم. من همیشه منتظر پیام‌های پر از عشق شما هستم.